کسی که ندارد و پیسه را قرض میگیرد این خود درست نیست دیگه. صحیح شد. و قصه چی را خبر نداری همین را برد بکنم. کسی بود گپ فهمیدم، کسی بود پیش امام ششته بود بازی که ثواب قربانی را گفته بود. باز آمد و با خانمش گفت که قسم با خداست که یک دونه گوسفند نگیرم تا سوار شده سرش در جنت نرم. گفت که سری چی میگیری؟ گفت قرض میکنم. خرف قرض کرد، ذبح کرد، خلاص شد. 3 روز بعد که دروازه دق شد که اون پیسه را خود دیگر نورامد. خانمش گفت که بارش بگو که نیست. خویی را رخصت کرد. دیگر روز باز آمد گفتم پیسه را خود باز گفت که بابا دختر برو برش بگو که نیست. نه خوی باز هم تا کدام گفت پشت 3 روز باز که تق کرد که غال مقالش برآمد. باز خانمش گفت که برو یک جواب برش بده. باز خانمش یک لغت شوهرش زد که سوار شده سرش در جنت تو میری و غال مقال ما بشنم. دیگه هیچی نکنیم، یک قرض نگیریم و این کاری خوبی نیست.